امروز میخوایم این پاپوش زیبا رو ببافیم که بسیار شکیل و زیبا هست. این از کف پاپوشمون به این صورت و اینم از پاپوش زیبا. خب ما نیاز به یه قلاب شماره 3 و یه نخ به ضخامت نخ اکریل تاپ داریم. به این صورت میاییم 4 تا زنجیره میبافیم. 1 2 3 4. این 4 تا رو گردش میکنیم. داخل این حلقمون ما 1 2 3 17 تا پایه بلند میبافیم. به این صورت 1 2 3 4 17 تا داخل این حلقمون ما پایه بلند به این صورت اینو میبافیم. ببینید این 3 تا زنجیره زدیم. حالا میایم داخل این، ببینید داخل این ما یه پایه بلند دیگه میبافیم که میشه در مجموع داخل این. داخل این پایه این گندمی به این صورت داخل این گندمی ببافیم. داخل هر گندمی 2 تا پایه بلند میبافیم. یکی این 2 تا که مجموع پایه بلندای ما به این صورت برسه به 30. خب ببینید 32 تا ما اینجا بافتیم. این هم 34 رو داخل این گندمی میریم و 2 تا پایه بلند میبافیم. دوباره میاییم مجدد اینو به اینجا به این گندمی بس میزنیم و دوباره شروع میکنیم به پایه زدن. به اینجا که یه پایه زدیم داخل هر پایمون هر گندمی یه پایه بلند میزنیم. اینجا اصلا ما افزایشی نداریم. ببینید داخل هر گندمی یه پایه بلند میزنیم. یعنی ما 34 تا ثابت تا 2 رج میبافیم. هیچ افزایشی نداریم که این به صورت جمع باید بشه. خب اینو میبافیم تا انتهای رجمون. خب ما اینجا 33 تا پایه بلند بافتیم. حالا آخرین پایمونم داخل این گندمی میبافیم. اینو بس میدیم به این گندمی و مجدد روی هر پایه بلندمون یه پایه بلند میبافیم. هیچ افزایشی دوباره نداریم. 2 رج بدون افزایش ما میبافیمش. این رجم میبافیم تا انتها، تا اینجا میبافیم. خب ببینید ما این پاپوش رو 5 رج بافتیم. 1 2 3 4 5. رج اول که 17 تا زنجیره زدیم، رج دوم دوبل شد 34 تا، بعد رجای بعدی هم همینجوری 34 تا. ببینید باید ارتفاع یا طول این پاپوشمون 9 سانت باشه. به این صورت 9 سانت باید باشه. از اینجا تا اینجا 9 سانت. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ به این صورت میاییم انتهای بافتمون که تموم شد به این صورت نخ از داخل این در میاییم. ما میخواییم تعویض رنگ داشته باشیم. نخمون رو در میاریم به این صورت نخ میکشیم و با نخ قرمزمون شروع به باف میکنیم. نخ قرمزمون شروع باف میکنیم. میایم از همینجا
شروع میکنیم به بافت. خب میریم داخل این 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 تا زنجیره، نخمونم با این دست میکشیم و 12 تا پایه بلند روی این گندمیا میبافیم. ببینید 12 تا. اینم از پشت داخل بافتمون مخفی میکنیم نخمون. میریم که اینو ببافیم. ببینید ما اینجا 12 تا پایه بلند بافیم. 2 4 6 8 10 12 تا. خب حالا اینجا 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 تا. میاییم 1 2 3 4 5 تا زنجیره رو رد میکنیم، 5 تا گندمی رو رد میکنیم، داخل ششمی 4 تا پایه بلند میزنیم، یه زنجیره و 2 تای دیگه اینجا پایه بلند میزنیم. خب دوباره 5 تا 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنیم و داخل 1 2 3 4 5 ششمین گندمی ما پایه بلند میبافیم. باید این سمت نیز اندازه این سمت 12 تا پایه باشه، پایه بلند. اینجا چون یه پایه کمتره داخل همین ما یه پایه بلند میزنیم که مجموعش میشه 24 تا، یعنی 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 تا. خب 24 تا پایه اینجا زدیم. میایم داخل این زنجیر ما بس میزنیم و اینو به این صورت نخونات داخل این در میاریم. به این صورت ما نخمون رو داخل این در آوردیم به این صورت. خب حالا میایم دوباره با نخ سفیدمون شروع به باف میکنیم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم از اینجا نخ سفیدمون رو در میاریم، 3 تا زنجیره میزنیم، 3 تا، دوباره شروع به باف میکنیم. روی هر پایه بلندمون یه پایه بلند میزنیم تا انتها. خب ببینید ما اینجا 2 4 6 8 12 2 4 6 8 10 تا پایه بلند زدیم. این 11 این 12. حالا داخل این زنجیره هامون 6 تا پایه بلند میزنیم. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. به این صورت ما 6 تا داخل این زنجیرمون پایه بلند زدیم. میاییم حالا داخل این دوباره 4 تا پایه بلند میزنیم. یکی دوباره داخل این 6 تا پایه بلند. 4 5 6 6 تا پایه بلند و باز مجددا
شروع میکنیم به بافت تا بیاییم برسیم به اینجا. خب ببینید 12 تا پایه ما روی این بافتیم. 2 4 6 8 10 12 تا. اینو به این اتصالش میدیم، داخل این اتصال میدیم و یه بس میزنیم. نخمون رو میکشیم، این نخ رو از داخل این ردش میکنیم. نخ رو داخل این ردش میکنیم. اینو به همین صورت ما تا انتها میبافیم. دوباره تعویض رنگ میکنیم. از داخل این ما نخ قرمزمون رو میاریم بیرون. 1 2 3 دوباره 12 تا پایه بلند میبافیم و تکرار تا ببینید دوباره 12 تا ما بافتیم. اومدیم اینجا دوباره 5 تا زنجیر 1 2 3 4 5 تا زنجیره میایم داخل این 4 تا پایه بلند میبافیم. تا پایه بلند یه زنجیره و 2 تای دیگه هم بغلش میبافیم. خب دوباره 1 2 3 4 5 تا میبافیم. میایم اینجا ببینید داخل این ما دوباره 12 تا گندمی پایه بلند میبافیم. 2 3 تا به این سر میرسیم. خب 12 تا باز بافتیم. میایم اینو به اینجا اتصالش میدیم، یه بس میزنیم، نخمون رو میکشیم و کامبامون از داخل این نخ رد میکنیم. کامل میکشیم تا صفر بشه. ما این بافت رو ببینید، این بافت رو به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 تا 8 رد به همین صورت ادامه میدیم و بعد نشون میدیم که چجوری این قسمت رو باید ببافیم. خب ببینید ما تا این رج بافتیم، یعنی 1 2 3 4 5 6 7. یه رج دیگه هم ببافیم میشه 8 رج. میایم از اینجا دوباره شروع میکنیم به این صورت، شروع به باف میزنیم. 1 2 3 تا و داخل هر گندمی یه پایه بلند میزنیم. این 3 تا، این 4 تا، این آخرین رجه برای روی پا. خب ببینید چند تا بافتیم. 2 4 6 8 10 12. داخل این زنجیرها 6 تا ما پایه بلند میبافیم. 1 2 تا 3 4 5 اینم 6 تا داخل این میبافیم. میاییم داخل این زنجیره 1 2 یه زنجیره 1 و
و 2. در مجموع 4 تا میبافیم. دوباره 6 تا زنجیره، 6 تا پای بلند داخل زنجیره. 2 3 4 5 و این هم 6. خب ببینید به این صورت الان ما 8 تا از اینا داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. خب به این صورت با نخ سفیدمون میبافیم تا این به نقطه، تا این نقطه میرسیم. اینجا یه بس میزنیم و بقیه ادامه کارو خب تا اینجا بافتیم. 12 تا این طرف پایه بلند زدیم، میایم به اینجا بس میزنیم و ادامه بافتمون میخوایم که این نخمون رو اینجا قیچی میکنیم و مابین باف رد میکنیم اینو. مابین بافتمون اینو مخفیش میکنیم. خب حالا میایم از اینجا باز شروع میکنیم به این نخمونم که اینجا چیز کردیم، اینم از اینجا قیچی میکنیم و میایم از اینجا شروع به باف میکنیم. خب ما میایم این نخم از داخل این ردش میکنیم و اینجا به هم گره میزنیم که این باز نشه. این صورت گره میزنیم تا باز نشه. خب حالا میاییم از این سمت به این صورت از اینجا نخ رد میکنم. ببین دومی از این 1 2 1 2 3 4 از پنجمی نخ میگیریم به این صورت و شروع به باف میکنیم. 3 تا زنجیره 1 2 3 تا زنجیره و شروع به زدن پایه بلند. خب ببین از اینجا شروع میکنیم میایم تا به این سمت. 2 تا هم از این ور تا اینجا ما باف میزنیم پایه بلند. ببینید ما از اینجا بافتیم، از 2 دونه‌ای که توی این زنجیره بود بافتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 تا بافتیم. حالا برمیگردیم 3 تا زنجیره 1 2 3 تا زنجیره برمیگردیم و داخل پایه هامون باز یه پایه بلند میزنیم. 2 تا 3 4 5 میزنیم تا بیاد به این انتها برسه. ما اینجا رو میبافیم تا حدود 5
این صورت ما میبافیم. خب اینجا 28 تا من پایه زدم. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 تا اینجا 3 تا زنجیره میزنم که 2 3 برمیگردم و داخل این یه پایه بلند میزنم. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا الی آخر تا به اینجا میرسیم. خب به انتها رسیدیم، به انتهای رج رسیدیم. اینجا داخل این میریم و باز این 28می رو میزنیم. پایه رو دوباره یه 3 تا زنجیره برمیگردیم داخل همین ما مجددا پایه بلند میزنیم. خب ببینید اینجا رو دقت داشته باشین. ببینید از این رج به بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باید با 10 رج بافته بشه. این 10 رج رو ما باید ببافیم. 10 رج رو میبافیم بعد بهتون نشون میدم. خب ما اینجا رو برگشتیم. ببین 11 تا پایه بافتیم. 2 4 6 8 10 11 تا. به 3 تا باز زنجیره میزنیم. برمیگردیم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 6 7 8 9 10 11. خب این ستای وسط رو به چه صورت ما 2 4 6 8 10 11 تا میاییم. ببین این ستا رو 1 2 و 3 اینا با هم دیگه یکی میکنیم. باز میاییم از اینجا مجدد شروع به باف میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. خب ببینید ما اینجا رو بافتیم. اینجا به این صورت جمع میشه، یعنی این قوس یه حالت قوس پیدا میکنه به این صورت، به این صورت این قسمت. حالا اینا رو با هم دیگه ما میاییم و هم وصلش میکنیم به این صورت تا میزنیم و هم با قلاب میدوزیم. به چه صورتی؟ گندمی رو میگیریم، این گندمی رو کلن میگیریم، این نخ از اینجا بیرون میکشیم، اینا رو هم میذاریم و یه پایه میزنیم و از اینجا به هم دیگه وصل میکنیم. به این صورت سر میکشیم با این گندمی رو با این گندمی به هم وصل میکنیم. ببینید بعد از اینکه ما 7 رج بافتیم، ببینید به جز این 1 2 3 4 5 6 7 رج 7 رج که بافتیم برمیگردیم. یه دونه هم اینجا رو من میبافم. 1 2 3 برمیگردیم 11 تا دونه میبافیم. 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10 11. خب ببینید 11 تا پایه ما گفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا. حالا میایم داخل 1 2 3 4 5 6 تا خونمون یا گندممون پایه کوتاه میبافیم. 2 این 3 این 4 این 5 این 6. دوباره بقیه رو پایه بلند. 11 تای بقیه رو پایه بلند. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دوباره 3 تا پایه بلند برمیگردیم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. خب اینجا رو به چه صورت می بافیم؟ اینجا رو میاییم به این صورت 1 و اینم 2 با هم یکی میکنیم. 6 تا رو 1 اینم 2 با هم یکی میکنیم. این 1 این 2 با هم یکی میکنیم. این 3 تای وسط رو ما با هم یکی کردیم. با هم یکی کردیم. ما بقیه اینا رو میبافیم. میره 1 2 تا انتها. تا انتها ما اینو میبافیم. خب ببینید ما اینجا اینو بافتم و اینو قیچی میکنم و به این صورت میکشم. از لابلای دوختم مخفیش میکنم. لابلای دوختم مخفی میکنم. خب ببینید به این صورت میشه. به این صورت ما این پاپوشمون رو به این صورت بافتیم. حالا دور تا دور اینو ما میاییم دندون میشی میزنیم. خب ما اینو به این صورت بافتیم. حالا دور تا دور اینو میخوایم که قلاب بزنیم. میاییم از اینجا خف میزنیم. یه بس میزنیم. میاییم به این سمت جا یه بس میزنیم. 1 2 3 تا و اینجا یه دونه بس میزنیم. دوباره میاییم این قسمت
1 2 3 و همینجا بس میزنیم به این صورت. دوباره میایم همین قسمت 1 2 3 و همینجا یه دونه بس میزنیم. میایم این قسمت دوباره 1 2 3 و همینجا و اینو به همین صورت دور تا دور اینو به همین صورت ما پایه میزنیم تا به انتها. ببینید ما اینجا به اینجا رسیدیم. اینجا باز دوباره 1 2 3 داخل این و یه بس میزنیم. میاییم به اینجا که میرسیم اینجا این قسمت رو میخواییم ببافیمش. اینجا 1 2 3 اینجا یه بس میزنیم، جمع میکنیم، میاییم یه دونه رد میکنیم، میایم داخل این. دوباره یه دونه رد میکنیم، یه دونه داخل این. 1 2 3 از اینجا رد میکنیم و یه بس میزنیم. دوباره یه دونه رد میکنیم، میایم اینجا 1 2 3 از اینجا دو ردش میکنیم. به همین صورت ما دور تا دور پاپوشمون رو به این صورت دندون موشی میزنیم. خب ببینید اینجا اونجا رو میاییم 1 2 3 و میریم به اینجا و اینجا هم یه دونه به این. اینجا یه بس میزنیم، اینجا یه دونه و اینجوری به اتمام میرسونیم. اینجوری